ختنه شده؟ خونریزی مشکلی بعد از ختنه؟ بفرمایید که سابقه بیماری خاصی داره؟ کمخونی داره و کموزنی شدید. نوع کمخونیش مشخص شده؟ تالاسمی، میلور، کمبود آهن، آس، نفس تنگی، تشنج، حساسیت به دارو یا غذای خاصی. خب کیوی برای ما مهم، الان میگم خدمتتون. خب موردینش 10. کیوی هم شدید نیست، فقط اینکه دور دهنش قرمز میشه. بله. بچه‌ای که حساسیت به کیوی داره احتمال حساسیت به لاتکس هم داره. بقیه چیزایی که برای ما مهمه به جز کیوی، موز، سویا و تخم مرغ، به اونا حساسیت نداشت. دو سه هفته گذشته سرما خورده نبوده؟ سرما خورده نبوده ولی خون دما مثلا هست. اون به خاطر خشکی مخاط بینی. الان سرفه، آبریزش بینی. خدمتتون عرض کنم که الان داروی خاصی بهش میدیم. فروگلابین برای کمخونیش. چند وقت اون رو میدیم؟ 3-4 روز. این آزمایشش هم تازه است. پسرم علی آقا، من یه عکس از دندونت بگیرم. خیلی از کی ناشتا بوده؟ از 9 دیشب، فقط 8 صبح یه آبوش نبات بود. کار خوبی کردیم. خیلی انشاءالله این مریض تمام بشه و خدمتتون هستیم. فقط این آزمایش باشه، این صفحه ای رو که علامتی میزنم کپی بگیرم توی پرونده بذارم. بقیه‌اش لازم نیست. کپی گرفتن اصلش رو به خودتون میذارم. اینو بدیم به پذیرش، هماهنگ میکنن و انشاءالله در خدمتتون هستیم. خیلی لطف کردین. غذا زیاد می‌خورید تو می‌خواد ماشاءالله. آره مسواک بزنی ها. خب هر وقت که شیرینی، شکلات، لواشک خوردی مسواک بزن. باشه؟ باریکلا پسر رو. اینو میخوام بذارم رو سینه. خب نه همون از روی لباس میذارم که نگران هم نشه، سردشم نشه. نفس بکش. آفرین. نفس خوب. جیاهاشم سر بالا 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 بالا. آفرین. یه آب بگو. آب. زیاد فوت کنی که نمیتونی. بعد که فوت میکنی این بادکنک ما باد میشه. باشه؟ این بادکنک رو باید گنده باد کنی. باشه؟ بتونی بیزی ها. باشه؟ اونجا رفته های دکتر سیرسه کم کرده. ولی الان این بکنی. بابا دستا شد. پسر گلم فوت محکم بود. دستا بزنی؟ نباید دستا بزنی؟ حالا بیا براش نگه دار که فوت بکنه. به این بادکنکی نگاه کنه. نه به بادکنه فوت کن آقا جون. آفرین. نگاه کن. داره میره بالا. آره. این قشنگ بلش کن. جان بابا باش صحبت. نگاه آقا جون یه فوت بکن بری. یه فوت بکن. آفرین. خیلی خوب بود. نگاه هی میره بالا. نگاه میره بالا. نگاه میره بالا. نگاه میره بالا. نگاه کن. آقا دوزی قشنگ میتونه تو سخت فوت کنه. معلومه قویه. قشنگ قوی شده. آره. قشنگ چشات من قشنگ بتونید فوت بکشید. آفرین. قشنگ فوت میکنه میره تو سخت.
بچه بیداره، حالش خوبه. تا 1 ساعت بهش هیچی ندیم که حالت تهوع پیدا نکنه. 1 ساعت دیگه شروع کنید از مقدار کم آب و مایعات بهش بدیم. بهترین چیزی هم که میتونید بهش بدیم چای شیرین ولرم کمرنگی، لازم نیست حتما آب میوه چیزی داریم. چای شیرین ولرم همه جان در دسترسه. 1 ساعت دیگه بهش بدیم. 2 ساعت دیگه میتونه غذای نرم، بستنی یا سوپ بخوره. اگر درد داشت بعد از اینکه غذا خورد بهش شربت بروفن رو بدیم. تا فردا هر 8 ساعت شربت بروفن رو بدیم. غذایی هم که میخوایم در این مدت 24 ساعت بهش بدیم غذای نرم و ولرم باشه. غذا و مایعات داغ نه.